سلام. امروز خواستیم در مورد فیلر صحبت کنیم. کسی که تازه کاره نمیتونه که روی اجزای صورت کسی که مراجعه کننده خودش بخواد یاد بگیره، بخواد فیلر تزریق کنه. یک سری عواقب خطرناکی داره و اینکه اونو بخوایم ژل امکان داره ذره سفت باشه، برای کسی که تازه کاره سخت باشه تزریقش، و اینکه حتما از قبل باید ما روی چیزهای مصنوعی بخوایم کار کنیم، یاد بگیریم تا بتونیم روی اجزای صورت مراجعه کنندمون اونو عملی کنیم. ژل خورده سفت، بعد اینکه به حالت ریتروگری بخوای اونو وارد کنی خورده روی اجزای صورت سخت میشه. اون کار رو حتما باید از قبل به طور تمرینی انجام بدین. برای این کار که بخوایم ژل رو استفاده کنیم، به جای فیلر بخوایم یه چیزایی استفاده کنیم، چند چیزایی وجود داره، مثلا مثل ژل سونوگرافی وجود داره. یه سری ژل های مصنوعی هست که داروخانه دارن، تو شبیه کرمه ولی داخلش ژله و اون خب یه خورده گرونتر میسته شد برای کسی که تو یادگیری برای سخت باشه، زود تموم بشه. یک سری مثلا مثل ژل آلورا وجود داره که میتونیم به حالت قوطی این مدلی اونو بخرین و اونو استفاده کنین، بریزین تو سرنگ و بالت روی یک چیزهایی مثلا مثل مرغ یا مثل بال مرغ، مثل رون مرغ، مثل سینه مرغ روش امتحان کنین. و حتی مثلا میتونه از مایع ظرفشویی استفاده کنیم. مایع ظرفشویی یه خورده رقیق‌تره، سخت‌تره، ولی من مثلا خودم به یک چیزی تو فکرم رسید، مثلا میتونیم که ژل کتیرا که آماده بخریم که تو قوطی وجود داره، یا بخوایم اونو خود ژل کتیرا رو بخریم بذاریم تو آب جوش، یه خورده سفت میشه. نگاه کنید چجوری میشه، سفت میشه، قشنگ شبیه همون ژلی که برای صورت تزریق میشه و اینا رو میتونیم تو سرنگ بریزیم و روی مرغ امتحانش کنیم.